دوستان نمیذارن آروم بشینی. اینم از مشکیش. نوشین از هر کی خوشش نمیاد میکنتش تو قبل، خاکم میده روش. اومدم نقش قبل. کسی که پشت دست بازی میکنه همه بازی رو دیده. هی من میخوام درباره قسمت اول سریالا نظری ندم، حرفی نزنم و بذارم وقتی چند قسمت گذشت درباره‌شون صحبت کنم، اما نمیذارن. اونقدر شروعها طوفانی و عجیبه که انگشت به دهان میمونم و طاقت نمیارم چیزی بگم. گرفتاری اینجاست که توی این سریال از یاد رفته که همین دیشب پخشش شروع شد، از نیما اقلیمای عزیز که بازنویسی فیلمنامه رو به عهده داره تا خانم الهام کردا و امین میری که دوتا از بازیگرای خوب این سریال هستن. و داخل پرانتز بگم که من خانم کردا رو بسیار قبول دارم و به نظرم بازی ایشون هیچ وقت اونجوری که باید و شاید دیده نشده. و البته امین میری هم از بازیگرایی هستش که در آینده بیشتر ازش خواهیم شنید. و تا خود آقای نیک نژاد به عنوان کارگردان این سریال، این افراد همگی از دوستان و آشنایان من هستن و باهاشون چشم تو چشم میشم و خب کارم اینجا خیلی سخت میشه. ولی در نهایت به این فکر میکنم که برای پیش رفتن، برای جلو افتادن باید صحبت کرد و از خطاها درس گرفت. پس امیدوارم وقتی این دوستان رو میبینم از من دلخور نباشن، چون میدونم که آدمای با ظرفیتی هستن و مشتاق شنیدن نقد و نظر. پس با این مقدمه بریم سراغ قسمت اول از یاد رفته که واقعا عجیب بود برام. هر کی حرف میزنه من فقط میشنوم باور میکنم. اونا هم هر جوری دلشون میخواد برام تعریف میکنه. الان من وسط یه قصه گیر کردم که همه خوبن، من احمق. بیایم دقت کنیم به موقعیت سینا مهراد که اسمش توی سریال گمونم شهابه. یهو توی همون قسمت اول این آقا شهاب که آدم سیبیل کلفتی هم شده، بهش خبر میرسه که یه پدر بزرگ پولدار داره. بعد همینجور که جلو میره به شکل خنده‌داری هی چیزای جدید میفهمه. یهو میفهمه عمو داره، عمه داره، پدر بزرگ داره، خاله داره. من عمو داشتم، من بابا داشتم، من خاله داشتم. بابا من اعدام شده. یعنی الان تو دخترم منی؟ پس بابا بزرگم دارم، خبر نداشتم. داییت همون که فکر میکنی سینه قبرستونه. داییم نمردم. کار به بازی سوپربد سینا مهراد نداره. موضوع اینه که آخه چجوری توی یه روز این همه چیز برملا میشه و این آدم سیبیل کلفت چرا تا حالا از مادرش نمیپرسیده پدرش کجاست، پدر بزرگش کی بوده و عمه و خالش کی بودن؟ چرا یهو همه این چیزا یادش میفته؟ اونم به این سرعت. پس میشناسیش؟ هست دیگه، بابا بزرگمه. هست نیست. یهو همه چیز زندگیش جلوی ساندویچی برملا میشه. خب وقتی میگم خنده‌دار دقیقاً مقصودم اینه که کشف رازهای گذشته شهاب اونقدر سریع و بی ریتم و بی مقدمه اتفاق میفته که مخاطبو پس میزنه. این کشف گذشته یه الگوی آشناست که از زمانی که درام پردازی به وجود اومده توی داستان‌ها، تئاترها، فیلم‌ها ادامه پیدا کرده. پسر یا دختر فقیری که در واقع پول دارن و خودشون خبر ندارن. مثلا همین گنج قارون خودمون یه نمونه ایرانی از این الگوئه که توش فردین متوجه میشه قارون پدرشه. توی فیلم‌های پیش از انقلاب از این الگو بارها و بارها استفاده شده. حالا در سریال از یاد رفته رکورد میزنیم. یعنی یه شخصیتی داریم که اصلا نمیدونه کل خانواده‌اش کیا بودن. من پرسشم اینه که این پسر سیبیل کلفت چرا مثلا تا پیش از اینکه سریال شروع بشه براش سوال نبوده که چرا عکس پدرش پار است؟ چرا تا پیش از این از مادرش نپرسیده که عمه و خاله و داییش کجان و پدر بزرگش کیه؟ چرا اینقدر از دور و برش بیخبره؟ من چجوری باید این آدمو باور کنم؟ چرا غیر این عکس هیچ عکسی از بابا وجود نداره؟ اینجوریه که سریال با یه ایده نخنما پیوند میخوره که اونم به دم دستی ترین شکل ممکن روایت شده. حالا بیایم دقت بکنیم به اون یکی خط داستانی این سریال، خطی که مربوط میشه به باجناقای این سریال که فرهاد اصلانی و حمیدرضا آذرنگ نقششون رو بازی میکنن. طبق معمول اینا کلاهبردارن و از پیرمرد ثروتمند داستان که پدرزنشون میشه دزدی کردن. خیلی هم آدمای بدی هستن که این بد بودن و طبق معمول با مشروب خوری و پوکر بازی کردن و این چیزا قرار نشون بده. گفتم با 30 تا زندگی رو نمیچرخه، یه پول گنده‌ای برداریم. چه میدونستم پدر زن دست اسرائیل هم فرار میکنه. نه که پدر زن تو نیست. طبعا این ایده رو هم ما صدها بار در فیلم‌ها و سریال‌های دیگه به شکل‌های مختلف شنیدیم و
دیدیم. اما قبلا هم توی یکی از ویدیوهام گفته بودم که مهم نیست چی داری میگی، مهم اینه چجوری داری میگی. هنر چجوری گفتنه، نه چی گفتن. یعنی همین خط داستانی دستمالی شده میتونه تبدیل به یه چیز خوبی بشه، اما توی از یاد رفته چه اتفاقی افتاده؟ تیکه پاره هایی از زندگی و کار این دوتا داماد دغل رو میبینیم که با هیچ چسبی به هم نمیچسبن. مثلا یه صحنه طولانی اگه یادتون باشه اختصاص داره به این که فرهاد اصلانی طی یه حرکت عجیب یه سنگ برمیداره میکوبه تو کلش. بعد کنجکاو میشیم که با توجه به تاکید کارگردان، موسیقی خیلی پرتنش و شکل بازیگر لابد این اتفاق سرنوشت ساز توی سریاله. اما 2 دقیقه بعد میفهمیم که سنگ رو برای این برداشته بوده، کوبیده بوده به سر خودش که بهانه جور کنه تا مثلا توی جلسه هیئت مدیره شرکت حضور پیدا نکنه. همین. بله همین. بعدش هم دیگه حتی زخم روی پیشونیش هم ناپدید میشه. یعنی دقایق طولانی این صحنه رو میبینیم بدون اینکه چیزی پیش بره یا اصلا نشون دادن این ماجرا ربطی به داستان داشته باشه. یا مثلا دقت کنید به صحنه‌های به شدت دستمالی شده مثل کباب زدن کنار استخر که طبق معمول یکی از نشانه‌های آدم پولداری و البته آدم بد بودنه. به درد هیچکی نخوریم، به درد تو که میخوریم داداش. کبابا آماده است؟ آماده. آبدار باب دهن آقا جون. اومد. اما ماجرا فقط به این چیزا ختم نمیشه. آشفتگی و سردرگمی قسمت اول از یاد رفته به پرداختن به چیزایی هم مربوط میشه که اصلا نیازی نبوده توی قسمت اول حضور داشته باشن. مثلا دقت کنیم به عشق پسر فرهاد اصلانی به پریسا که پردیس احمدیه نقشش رو بازی میکنه. وسط اون همه ماجرا یهو این چرا باید مطرح بشه؟ اینو نمیشه گذاشت تو قسمت دوم گفت؟ و بعد اصلا چرا اینقدر بیکار کرد و دم دستی پسر واسطه از قاب در و حالا پنجره چیه به پریسا نگاه میکنه؟ همین. یا مثلا دقت کنیم به اون لحظه‌ای که آذرنگ یه خانومی رو توی مهمونی میبینه و یهو انگار چیزی از گذشته یادش میاد. بعد میفته دنبال خانومه ولی پیداش نمیکنه. با توجه به اینکه بازیگر نقش اون خانوم شناخته شده است، معلومه که توی قسمت‌های بعدی این قرار وارد ماجرا بشه. اما واقعا چرا باید این نیمچه خط داستانی رو به این شکل سردستی اونم توی قسمت اول نشون بدیم؟ این چیزاست که باعث میشه کل فضای سریال یه جور آشفتگی بی حد و مرزی بگیره که ذهن رو مغشوش کنه و مانع از این بشه که بتونیم روی همون خط تکراری اصلی داستان که تعریفش کردن فوکوس کنیم. اما این اغتشاش توی روایت، این شلختگی و این نامنسجم بودن به نظرم به تدوینم برمیگرده. نمیفهمم چرا صحنه‌ها اینقدر پس و پیش میشه. مثلا دقت کنین که شهاب رفته پیش یه آدم لاتی دنبال گذشتش. یه تیکه از این سکانس میبینیم، بعد یهو کات میخوره توی خونه پولدارا که دارن کباب میزنن، بعد دوباره کات میخوره به صحنه اول، بعد دوباره کات میخوره به صحنه مهمونی. خب چرا اینجوری؟ نمیشد همون سکانس پرسجوی شهاب رو کامل نشون داد بعد رفت سراغ مهمونی؟ چرا انقدر صحنه‌ها باید خرد بشن؟ فایدهش چیه؟ من که واقعا سرسام گرفتم از این حجم اطلاعات اضافه و شخصیت‌های اضافه و صحنه‌های اضافه. انگار نویسنده و کارگردان هر چقدر اطلاعات رو از شهاب داستانشون پنهان کرده بودن، خواستن با اطلاعات دهی به مخاطب جبران کنن. القصه این شروع سریال بود. شاید در ادامه سر و شکلی پیدا کنه، نمیدونم. اما تا موقعی که ما بلد نشیم از کجا قصه رو شروع کنیم، چه جوری شروع کنیم، با چی شروع کنیم و چه جوری ادامه بدیم، وضع روایت هامون همینه. من دوباره عذر میخوام از برزو نیک نژاد عزیز و سایر دوستان که ناچار شدم توی همون قسمت اول اینجوری صحبت کنم. اما واقعا به نظرم اگه خودشونم یه بار با شنیدن حرفای من برن و قسمت اول سریالشون رو تماشا کنن، احتمالاً به نتایجی میرسن و حرفای منو تصدیق میکنن. قسمت اول هر سریال شالوده اون سریاله، از قضا مهمترین بخش اون سریاله، پس نمیشه ازش سرسری گذشت. نمیشه گفت حالا موتور باید راه بیفته، باید گرم بشه، مگه تنوره که بخواد گرم بشه؟ این یه ایده اشتباهه که درباره سریال ایرانی به کار میبرن. خیر، همون قسمت اول من باید سیلی بخورم. هر چقدر که داستان تکراری باشه، همون داستان تکراری باید جوری تر و تمیز به خورد من بره که بشینم پاش. این میشه رمز موفقیت یه سریال. ممنون ازت.
الان من وسط یه قصه گیر کردم که همه خوبن، من احمق. اصلا دیگه راجع به این قصه هیچی نمیخوام بشنوم، هیچی. از یاد رفته